لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ بیگمان کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنها نازل می‌شوند و می‌گویند نترسید و اندوهگین نباشید و بشارت باد به بهشتی که شما را وعده داده می‌شدید. ما در زندگی دنیا و در آخرت دوستان شما هستیم و برای شما در آن بهشت هر چه دلتان بخواهد فراهم است، هر چه خواست کنید برایتان حاضر است. الله نصیبمان کند. و چه زیبا خواهد بود چنین بشارتی در بستر مرگ که بگویند ما اولیای شما در این دنیا خواهیم بود و از اولادتان بعد از مرگتان محافظت می‌کنیم و همچنین اولیای شما در آخرت خواهیم بود و بشارت می‌دهیم به شما روح ابدی و بهشت ریحان را. ابن عباس که خداوند از او راضی باشد میگوید فرشتگان رحمان به هنگام مرگ با لطف و رحمت وارد میشوند و در قبر نیز با رحمت و عطوفت نازل خواهند شد و روز حساب نیز با رحمت با آنان برخورد میکنند. ما اولیای شما در این دنیا و آخرت هستیم. بیایید بالای سر بعضی از اشخاص رو به موت بایستیم. شخص به هنگام مرگ یک سری کلمات، جملات و وصایای زمزمه می کنند. پس بیایید امروز بالای سر این اشخاص بایستیم و بشنویم که چه می گویند. مرگ بر هارون الرشید نازل شد. به هنگام مرگ حتی نمی توانست نفس بکشد و گفت پنجره ها را بگشایید. پنجره ها برایش گشوده شد. هارون الرشید دید که مردی لباسهایش را با چوب می چلاند که آبی باقی نماند و بعد لباسهایش را دانه دانه پهن می کرد. هارون الرشید آرزو می کرد که ای کاش من نظافتچی بودم. ای کاش من نجار بودم و ای کاش من آشپز بودم. ای کاش چیزی از امیرالمؤمنین بودن نمی دانستم. روزی مردی در حرم با عمر ابن عبدالعزیز ایستاده بود رو به صفا. گفت ای امیرالمؤمنین به اینها نگاه کنید. عده زیادی از حجاج را دیدند لبیک گویان و گفتند ای امیرالمؤمنین این عده زیاد امروز پیروان شمایند ولی فردا نزد خدا همینها دشمن شمایند. امروز پیروان شما، فردا دشمنان شما در پیشگاه خداوندند اگر حق و حقوقشان را ندهی. عمر ابن عبدالعزیز در حالت احتضار بود. شنیدند که شخصی این آیه را می‌خواند ما در زندگی دنیا و در آخرت دوستان شما هستیم و برای شما در آن بهشت هر چه دلتان بخواهد فراهم است و هر چه درخواست کنید برایتان حاضر است. جلیبیب که خداوند از او راضی باشد مرد فقیری بود که از اصحاب رسول اکرم بود. ایشان از محبوبان نزد رسول الله بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی به جلیبیب فرمود ای جلیبیب آیا ازدواج کرده ای؟ گفت نه. فرمودند نمیخواهی ازدواج کنی؟ گفت آخر یا رسول الله چه کسی با من ازدواج میکند؟ فرمودند من کمکت میکنم. نزد این شخص برو و بگو رسول الله تو را امر کرد تا دخترت را به ازدواج با من در بیاوری. جلیبیب خارج شد و در خانه آن یار پیامبر را زد.
آن مرد در را باز کرد و جلیبیب را دید و پرسید او اینجا چه کار می کند؟ آیا خوراک می خواهد یا لباس می خواهد؟ نمیدانست چه می خواهد. جلیبیب گفت ای فلانی، به خواستگاری دخترت آمدم. رسول خدا چنین امر کردند که دخترت را به ازدواج با من در بیاوری. پدر با تعجب گفت من دخترم را با جلیبیب به نکاح درآورم؟ مادر نیز تعجب کرده بود. دختر صدایش را شنید و گفت پدر، لطفاً پاسخ مثبت به امر رسول خدا بده. پس دخترش را به عقد جلیبیب درآورد. ندای جنگ آمد و جلیبیب لباس جنگ به تن کرد و با اصحاب پیامبر وارد معرکه شد. و در پایان معرکه جنگ پیامبر به اصحابش فرمود چه کسی جایش خالی است؟ چه کسی مفقود شده؟ فلانی با ماست ولی زخمی شده. آن شخص دیگر به خانه بازگشته. آن شخص دیگر نیز در میان ما بود و آن یکی به شهادت رسیده. ببینید چه کسی مفقود شده. پس افرادی که در میان نبودند را یک به یک شمردند. ولی رسول الله به مردی فکر می‌کردند که می‌خواستند اصحابشان او را به یاد بیاورند. ولی کسی او را به یاد نیاورد. رسول الله فرمودند جای جلیبیب اینجا خالی است. با من به جستجو برخیزید. پس صحابه به جستجو مشغول شدند. ولی هیچ اثری از او نیافتند. در میان شمشیرها، خونها، اسب‌های زخمی، لباسهای پاره، تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جلیبیب را در گوشه از میدان جنگ غرق خون یافتند. در حالی که در کنار او 7 مشرک مرده بودند و او به شهادت رسیده بود. پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جلیبیب نزدیک شد. ایشان نشستند و او را در آغوش کشیده و سرش را بر روی پای مبارک گذاشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آنها را کشتی و تو را کشتند. آنها را کشتی و آنها تو را کشتند. پس تو از منی و من از تو. پس تو از منی و من از تو. چه زیباست چون این مرگی که قبل از رفتن پیامبر محبتش را نسبت به او شهادت بدهد و بعد از مرگش به صالح بودن و خوبیش شهادت بدهد. و اما ابوبکر که خداوند از او راضی باشد هجرت کرد. خانه و خانواده و وطنش و مال و داراییش را ترک کرد و هجرت کرد و در مدینه با مقامی که به او داده بودند استقرار پیدا کرد. وقتی در مدینه بود نه الفتی با خانواده‌ای، نه با غذایی و نه با هوایی داشت. اما سعی کرد الفت پیدا کند چون آنجا دیار هجرت بود. او سالهای زیادی با پیامبر اکرم همراه بود و بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه مسلمانان شد و 2 سال بعد مرگ بر ابوبکر که خدا از او راضی باشد نازل شد. پس وقتی رو به مرگ برد دخترش گریه کنان این شعر را خواند که ثروت و راستی و پول فراوان وقتی اجل مرگ برسد نمیتواند صاحبش را از مرگ نجات دهد. او گفت ای دخترم خداوند ما منبع والاتر عطا کرده. یعنی کسی این نشانه های شعر را استفاده می کند که قرآن را حفظ نکرده باشد. خداوند ما منبع ارزشمندتر عطا کرده است. مرگ را با قرآن وصف کن نه با شعر. ولی بگو و سختی مرگ به راستی فرا رسید. این همان چیزی است که تو از آن می گریختی و دریچه قیامت را به رویتان باز می کند. ابوبکر که خداوند از او راضی باشد خلافت را به عمر که خداوند از او راضی باشد وصیت کرد. عمر که خداوند از او راضی باشد نیز به هنگام احتضار مرگش تصاویری داشت که فرق می کرد با تصاویر احتضار مرگ ابوبکر و با تصاویر خالد ابن ولید که جنگ‌های بسیاری را دیده بود و صدای شمشیرها و شیهه اسبان را در اطراف خود شنیده بود و خونهای ریخته شده را در زیر پای خود دیده بود، اما خداوند قبض روحش را بر روی بستر بیماری
مقدر کرده بود. خالد ابن ولید بیش از 100 جنگ را با پیروزی رهبری کرد و این جنگ ها را برمی افروخت و می گفت هیچ جایی از جسمم نیست مگر اینکه جای زخم شمشیر یا رد خنجر و یا ضربات نیزه باشد. و در بستر مرگ می گفت آدم شجاع 1 بار می میرد، اما ترسو 1000 بار می میرد. ولی عمر که خداوند از او راضی باشد به هنگام مرگ احتضارش از ابوبکر که خداوند از او راضی باشد و خالد ابن ولید متفاوت بود. مغازه‌ای را دید. به آن نگاهی انداخت. دید فردی میان دستانش آتش افروخته و چیزی می‌سازد. عمر پرسید شغل شما چیست؟ فرد جواب داد من آهنگر و نجار هستم. پرسید که تو چه می‌سازی؟ گفت من سنگ آسیاب می‌سازم. آسیاب 2 سنگ است که روی هم گذاشته می‌شوند و در بالای آن حفره‌ای است که گندم و جو را در آن می‌ریزند و با دسته چوبی سنگ بالا را می‌چرخانند که به هنگام حرکت گندم و جو از میان به زیر 2 سنگ رفته و آسیاب می‌شود و بعد از کنار سنگ به بیرون ریخته می‌شود و بعد گندم آسیاب شده را با دستانشان جمع می‌کنند. بله، مرد گفت آسیاب می‌سازم. عمر گفت من شنیدم که گفتی اگر اراده کنی آسیابی خواهی ساخت که با باد بتواند حرکت کند. من آسیابی می‌توانم بسازم به جای اینکه با دست حرکت کند در هوا حرکت کند. ابو لؤلؤ مجوسی به عمر گفت من چیزی برای تو خواهم ساخت که اهل مغرب و مشرق. عمر گفت آن کافر مرا تهدید می کند. گذشت تا اینکه مجوس 1 خنجر 2 سر ساخت که از میان به هم متصل بودند. آن را در زهر خواباند و 1 ماه تمام با سوهان صیقلش داد. در تاریکی شب آن مرد در پشت زاویه‌ای از زوایای مسجد مخفی شد و منتظر عمر ماند. مسجدهای قدیمی در آن عصر مانند مسجدهای کنونی نبود که پر نور باشد. مسجدهایشان 1 یا 2 تا مشعل بیشتر نداشت. آن مجوس برای کشتن عمر پنهان شد. عمر داخل مسجد شد، وضو گرفت و برای نماز ایستاد و گفت الله اکبر و در رکعت دوم بعد از اینکه مردم همه به مسجد آمده بودند آن مرد مجوس خارج شد و 3 ضربه چاقو به عمر زد. اولی قلبش، دومی در پهلویش و سومی در زیر شکمش و چاقو را کشید. عمر از درد آهی کشید و به زمین افتاد. آن مرد مجوس دری را در محراب نیافته که بگریزد به جز در اصلی پشت مسجد. با ضربه چاقو صفهای نمازگزاران را از چپ و راست بشکافت و عبور می‌کرد تا اینکه 13 صحابی را زخمی کرد و 7 نفر از آنان کشته شدند. وقتی به در مسجد رسید ایستاد. هر که نزدیک می آمد او را چاقو می زد. عده‌ای را در سرشان، عده‌ای را بر گردنشان، عده‌ای را بر کتفشان و عده‌ای را در شکمشان. یکی از مسلمانان آمد و پیراهنش را درآورد و بر روی صورت آن مرد مجوس انداخت. وقتی عبا را بر صورت خود دید، فهمید که دیگر گیر افتاده است و می‌دانست برای دور کردن آن عبا وقت زیادی ندارد. به همین خاطر خودش را با خنجر خودش کشت. بعد از اینکه ابو لؤلؤ مجوسی به هلاکت رسید، اصحاب نزد عمر آمدند. عبدالله ابن عمر میگوید پدرم را در آغوش کشیدم و دستم را بر روی زخمهایش فشار دادم تا خون را قطع کنم، ولی دستانم در شکمش فرو می رفت. پس شالم را به دور شکمش گره زدم و او را به بسترش بردم و به پهلو چرخاندمش. تکان نمی خورد. با او حرف زدیم، صدایش زدیم، جوابی نمی داد. پس بعضی از آنان گفتند هیچ چیزی نمی تواند مانند ذکر نماز او را به حرکت در بیاورد. پس شروع کردند به گفتن نماز ای امیر مومنین، نماز. خورشید در آمد و طلوع کرده و وقت فجر به پایان می رسد و شما هنوز نماز نخوانده اید. پس به هوش آمد. نپرسید چه کسی مرا زخمی کرد. آیا به هلاکت رسید یا خیر؟ و آیا دستگیرش کردید؟ اولین سوال که کرد این بود که آیا مردم نمازشان را خواندند؟ گفتند بله امیرالمومنین. خواندند. گفت خدا را شکر
کسی که نماز را ترک کند هیچ سهمی در اسلام ندارد. و گفت ای عبدالله ابن عمر آبی بیاور. پسر آب آورد به گمان اینکه پدر آب بنوشد. عمر گفت آب شرب نه، آب برای وضو. نماز فجر را هنوز نخواندم. پس بلندش کردند که بایستد. زخم بدنش بیشتر شکافت. پس نشست و نمازش را خواند و بعد رو به آنان کرد. گفت چه کسی قصد جانم را کرد؟ من سالها امام شما بودم، در همان مسجد نماز خوانده ایم. چه کسی به من این ضربای چاقو را زد؟ گفتند آن غلام مجوس قاتل توست. پرسید غلام مغیرة ابن شعبه؟ گفتند بله. عمر گفت الحمدلله، به دست کسی کشته شدم که هرگز برای خدا سجده‌ای نکرده. اولین سؤالی که در روز قیامت پرسیده می شود نماز است. اولین سؤالی که در قیامت از او پرسیده شود نماز است. اگر بخواند به باقی اعمال نگاه می کنند، اگر نه به اعمال دیگرش توجه نمی کنند. در این حین طبیبی وارد شد. نزد عمر آمد تا او را معاینه کند. او می‌خواست مقدار جراحت را بداند که آیا به معده و ریه رسیده است یا خیر. پس درخواست آب کرد و برایش آوردند. عمر را نشاند و به او آب نوشانید و آب از زخم‌های عمر خارج شد. اما طبیب گمان داشت شاید خون است. درخواست شیر کرد، برایش شیر آوردند. شیر را به عمر نوشاند. با نوشیدن شیر از شکمش همان شیر سفید خارج شد. طبیب گفت ای امیر مؤمنین، وصیت کن. فوراً وصیت کن که این بستر مرگ تو خواهد بود و به خدا نمیدانم تا لحظه دیگر زنده خواهی بود یا خیر. عمر نگاهی به پسرش عبدالله ابن عمر کرد و گفت پسرم، ببین پدرت چقدر پول دارد و حساب کن چقدر قرض دارم. پسرش حساب کرد و برگشت و گفت 86,000 درهم بدهی داری. اصحاب گفتند چطور این همه قرض جمع شده برایت؟ گفت از حج‌هایی که کردم و از مشکلات روزگار که آسیب میزد. پسرم، از مال من بردار و قرض مرا بده و اگر کافی نبود از دارایی اهل عمر بردار. پول خودت، برادرانت و خواهرانت را بردار و نگذار پرداخت نشود. ای پسر، برو و از عایشه اجازه بخواه و بگو عمر قبل از مرگش اجازه می‌خواهد نزد دوست خودش رسول اکرم دفن شود. کنار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در خانه مادرمان عایشه فوت کرد و بعد ابوبکر جنب ایشان دفن شد. عمر می‌دانست که در آن خانه یک جایگاه بیشتر برای دفن مرده نبود. پس اجازه خواست آنجا دفن شود. اجازه می‌خواهد نزد دوستش دفن شود. پس به خانه عایشه رفت و مطلب را با عایشه در میان گذاشتند. عایشه که گریه می کرد برای اتفاقی که افتاده گفت به خداوندی خدا که خود می خواستم در آن جایگاه کنار رسول اکرم دفن بشوم. می دانستم خواهم مرد و با تمام وجود تمنای این را داشتم که این جایگاه من باشد. این تنها چیزی است که من می خواستم. ولی حالا که عمر این را می خواهد، پس به خداوند قسم که خود او را بر خودم مقدم می دارم. بله، در خانه من نزد دوستش دفن می شود. به نزد او بازگشت. وقتی بازگشتش را حس کرد عمر گفت مرا بنشانید. آن مرد در وجودش شوق خبر می جوشید. مرا بنشانید، مشتاقم بدانم. و نشاندنش و پرسید چه گفت؟ گفت اجازه داد ای امیر مؤمنین. اجازه داد. گفت خدایا شکرت. هیچ چیز را به این حد نخواستم. هیچ چیز انقدر نگرانم نکرده بود. عمر در تمام طول زندگیش دلتنگ دوستش رسول اکرم بود و دوست داشت در کنار او دفن شود. این تنها چیزی بود که عمر میخواست. جوانی مثل بقیه نزد عمر قبل از مرگش آمد که با امیرالمؤمنین ودا کند. جوان داخل شد و با او ودا کرد و وقتی آن جوان از آنجا خارج می شد عمر متوجه بلندی لباس جوان شد.
آن جوان را صدا کنید. او را صدا کردند و او آمد. عمر رو به او کرد و گفت: فرزندم، لباست را بالاتر بکش، زیر پایت نرود و به خداوند تقوا داشته باش. بگذار لباست سالم باقی بماند، یعنی لگدمال نشود. نهی از منکر و امر به معروف، حتی تا آخرین لحظات قبل از مرگش فراموش نمیشد. این تصاویر از احتضار است. به عمر نگاه کردند و گفتند: وصیت کنید ای امیرالمؤمنین. شما وصیت کردید قرض‌هایتان را بدهند و کجا دفن بشوید. وصیت کنید چه کسی پس از شما خلیفه مسلمین باشد. عمر گفت: اگر خلیفه بعد از خودم را تعیین کنم، ابوبکر که بهتر از من بود این کار را میکرد. ولی اگر خلیفه را من تعیین نکنم، بهتر از من که رسول الله باشد این کار را نکردند. هرچند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره دارد به شایستگی ابوبکر برای خلافت بعد از خودش. پس متوجه شدیم. وصیت نخواهد کرد، ولی خلافت را در دستان 6 نفر گذاشت و پسرش عبدالله ابن عمر را به عنوان امیر قرار داد و گفت هیچ سهمی در خلافت نخواهد داشت. این همان تصاویر احتضار است در هنگام مرگ برای آنانی که بصیرت دارند. به طور کلی روزی خواهد رسید که در بستر خواهید بود و فرشته مرگ به بالای سرتان می آید. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه